داستان اول. چان و شکار اردک. روزی روزگاری بود. در ده کوچکی مردی به نام چان زندگی میکرد. کلبه چان نزدیک مرداب بزرگی بود. توی این مرداب اردک های وحشی لانه داشتند. کار چان شکار این اردک ها بود. چان با طناب دام کوچکی ساخته بود. با این دام کوچک هر روز یکی 2 تا اردک شکار میکرد. اما چان از شکاری که میکرد راضی نبود. دلش میخواست خیلی بیشتر از اینها اردک بگیرد. دلش میخواست اردک ها را بفروشد و پول زیادی به دست بیاورد. برای همین تصمیم گرفت دام دیگری بسازد. چان چند روزی کار کرد و دام بسیار بزرگی درست کرد. با این دام تازه هر بار میتوانست 10 مرغابی بگیرد. چان دام بزرگش را کنار مرداب برد. آن را روی زمین پهن کرد. روی آن دانه پاشید. طناب آن را در دست گرفت و پشت بوته ها پنهان شد. چیزی نگذشت که یک دست اردک پایین آمدند و توی دام چان نشستند. چان که فکرش نمی‌کرد به این زودی به آرزویش برسد، از شادی بالا و پایین پرید. با خوشحالی فریاد زد: به به، ببین چند تا اردک گرفتم. از داد و فریاد چان اردک ها ترسیدند و به پرواز درآمدند. چان فریادی زد، سر طناب را محکم کشید، اما اردک ها دام را با خود به هوا بردند. چان هم که طناب دام را محکم گرفته بود و ولش نمی‌کرد، همراه آنها به آسمان رفت. اردک ها از روی کوه ها و دشت ها گذشتند. بالاخره به برجی رسیدند. بالای برج تیر چوبی بلندی بود. چان وقتی برج را دید فکری به خاطرش رسید. وقتی درست بالای برج رسید طناب را رها کرد و تیر چوبی را چسبید. اردک ها رفتند. چان که از ترس نمیتوانست پایین را نگاه کند فریاد زد: کمک! کمک! ای مردم به دادم برسید! مردم سر صدای چان را شنیدند. دور برج جمع شدند. همه با تعجب از هم میپرسند: این مرد چطور بالای برج رفته؟ حالا چطور او را پایین بیاوریم؟ بالاخره راهی پیدا کردند. پتوی بزرگی آوردند. همه دور پتو را گرفتند تا چان توی آن بپرد. اما چان میترسید. مردم فریاد میزدند: بپر پایین! بپر توی پتو! بپر! چان پایین را نگاه کرد. سرش از ترس گیج رفت و دستهایش لرزید. اما چاره‌ای نداشت. باید میپرید. چشمهایش را بست و خود را پایین انداخت. از بخت خوش درست وسط پتو افتاد. اما چون پتو یک دفعه سنگین شده بود، مردم به طرف هم کشیده شدند و سرهاشان گرنبی به هم خورد. از صدای گرنب کله های مردم چان چشمهایش را باز کرد. فکر میکنید چه دید؟ چان صحیح سالم توی رخت خوابش بود. همه اینها را در خواب دیده بود. چان خدا را شکر کرد و از آن به بعد دست از طمعکاری برداشت و مرد قانعی شد. داستان دوم. ساقی نی. در یک روز طوفانی باد یک ساقی نی را از زمین کند و به هوا برد. ساقی نی میان آسمان چرخ میخورد و به این طرف و آن طرف میرفت. از آن بالا درختها، رودها، گلها و دشتها را تماشا میکرد. میدید که مردم از میوه درختها میخورند. از آب رودها استفاده میکنند. از دیدن گلهای رنگارنگ و زیبا لذت میبرند. ساقی نی با خودش گفت: همه اینها چیزهای مفیدی هستند. مردم میتوانند از آنها استفاده کنند. ای کاش من هم به درد کاری میخوردم. باد صدای ساقی نی را شنید. هویی کشید و او را در یک کیسار به زمین انداخت. کشاورزی که با گاواهنش مشغول شخم زدن بود، چشمش به ساقی نی افتاد. آن را برداشت و گفت: به به، چه ساقی محکم و خوبی! خیلی به درد من میخورد. میتوانم با آن این گاو تنبل را تنبیه کنم. ساقی نی با شنیدن حرف کشاورز خیلی ناراحت شد و گفت: من ساقی نی هستم، نه شلاق. دلم نمیخواهد سبب آزار و اذیت کسی بشوم. ای کاش باد مرا از اینجا میبرد.
باد صدای ساقی نی را شنید و دوباره او را به هوا برد. این بار باد ساقی نی را جلوی پای یک صیاد به زمین انداخت. صیاد ساقی نی را دید. آن را برداشت و گفت: عجب ساقی خوبی. به درد این می‌خورد که با آن یک قفس زیبا برای پرنده هایم بسازم. ساقی نی با شنیدن حرف صیاد غمگین شد. با خودش گفت: این مرد می‌خواهد با من قفس درست کند و پرنده های بیچاره را توی آن زندانی کند. دلم نمی‌خواهد اینجا بمانم و قفس بشوم. ای کاش باد مرا با خود می‌برد. همین که صیاد ساقی نی را کناری گذاشت، باد آمد و او را با خود به هوا برد. ساقی نی همانطور که بر بال باد سوار بود، در یک گوشه از زمین بچه‌هایی را دید که این طرف و آن طرف می‌دویدند و بازی می‌کردند. ساقی نی از باد خواست تا همانجا رهایش کند. باد او را در میان بچه‌ها رها کرد. بچه‌ها تا چشمشان به ساقی نی افتاد به طرفش دویدند. هر کدامشان می‌خواست زودتر آن را بردارد. بالاخره قرار شد به نوبت سوار ساقی نی بشوند و به خیال خود اسب سواری می‌کنند. حالا ساقی نی خیلی خوشحال و راضی بود. وقتی می‌دید سبب خنده و شادی بچه‌ها شده است، لذت می‌برد. اما ناگهان یکی از بچه‌ها روی ساقی نی افتاد. ساقه از وسط شکست. بچه‌ها ناراحت شدند. دست از بازی کشیدند و به خانه‌هایشان رفتند. ساقی نی غمگین و غصه‌دار روی زمین افتاده بود. با خودش فکر می‌کرد حالا که شکسته است دیگر به درد هیچ کاری نمی‌خورد. در همین موقع چوپان جوانی از آنجا می‌گذشت. چشمش به ساقی نی شکسته افتاد. نیمی از آن را برداشت. وقتی به خانه‌اش رسید با چاقوی تیزی آن را تراشید و صاف کرد. بعد چند سوراخ کوچک روی آن درست کرد. وقتی کارش تمام شد نگاهی به نی انداخت و گفت: به به، چه نینبک قشنگی ساختم. حالا می توانم قشنگترین آهنگ ها را بزنم. از آن روز به بعد دیگر ساقی نی ناراحت و غمگین نبود. چون هر وقت چوپان نینبک را به صدا در می آورد همه لذت می بردند. گوسفندها با صدای نینبک آشنا شده بودند. هر وقت از گله دور می افتادند با شنیدن صدای آن خود را به گله می رساندند. حالا ساقی نی از اینکه برای همه حتی حیوانها مفید بود شاد و خوشحال بود. داستان سوم. کی از چی ترسید؟ یکی بود یکی نبود. مادر بزرگ پیری بود که با نوه کوچکش توی یک مزرعه زندگی میکرد. توی این مزرعه یک خروس تاج طلایی و موش عینکی هم بودن. یک روز مادر بزرگ به نوه‌اش گفت: آب نداریم، برو از چشمه آب بیار. دخترک شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: من خستم، نمیرم. مادر بزرگ سطل بزرگ را برداشت و گفت: پس مجبورم خودم برم. مادر بزرگ از اتاق بیرون اومد. اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که دخترک دلش به حال مادر بزرگ پیرش سوخت. از تنبلی خودش ناراحت شد و خجالت کشید. سطل دیگری رو که گوشه اتاق بود برداشت و دنبال مادر بزرگ به راه افتاد. خروس تاج طلایی دید مادر بزرگ و نوه‌اش میروند آب بیاورند. با خودش گفت: منم میرم آب بیارم. سطل کوچکی را که به دیوار لونه‌اش آویزون بود برداشت و پشت سر اونها به راه افتاد. از آن طرف موش عینکی صدای سطل‌ها را شنید. سرش را از سوراخ بیرون آورد. عینکش را عقب جلو کرد. مادر بزرگ و دخترک و خروس تاج طلایی را دید. با خودش گفت: اونها میرن آب بیارن. خوبه که منم برم. موش عینکی هم سطل کوچکی که اندازه یک انگشتانه بود و برداشت و دنبال اونا به راه افتاد. مادر بزرگ پشت سرش صدای دینگ دینگ شنید. برگشت نوه‌اش را دید. با تعجب گفت: تا اومدی؟ دخترک پشت سرش صدای دینگ دینگ شنید. برگشت. خروس تاج طلایی را دید. با تعجب گفت: تا اومدی؟ خروس تاج طلایی پشت سرش صدای دینگ دینگ شنید. برگشت. موش عینکی را دید. با تعجب گفت: تا اومدی؟
مادر بزرگ، دخترک، خروس تاج طلایی، موش عینکی پشت سر هم رفتند. بالاخره به کنار چشمه رسیدند. اول مادر بزرگ سطلش پر از آب کرد. بعد دخترک، بعد از او خروس تاج طلایی، آخر سرم موش عینکی. دوباره همگی به طرف خانه به راه افتادند. سر راه درخت سیبی بود. سیب‌های درخت درشت و قرمز بودند. زیر درخت سیب خرگوشی راحت و آسوده خوابیده بود. ناگهان تند بادی وزید. درخت تکان تکان خورد. سیب رسیده از نوک درخت کنده شد و روی سر خرگوش افتاد. خرگوشه از خواب پرید و پا گذاشت به دو. اما نفهمید و رفت زیر پای مادر بزرگ. مادر بزرگ ترسید. افتاد روی زمین و سطلش هم یک طرف پرت شد. چند قدم آن طرفتر خرگوشه خورد به دخترک. دخترک روی زمین ولو شد و سطل آبش هم برگشت. از صدای تق و تق سطل‌ها خرگوشه بیشتر ترسید. همینطور که می‌دوید خروس تاج طلایی را انداخت. خروس بیچاره کله پا شد و سطل پر از آبش هم روی زمین افتاد. موش عینکی که دید خروس تاج طلایی کله پا شد و خرگوشه مثل برق و باد می‌دود ترسید. سطلش را ولو کرد و دوید میان بوته‌ها پنهان شد. حال مادر بزرگ که جا آمد با خودش گفت وای خدا رو شکر، خوب شد که خرس مرا نخورد. دخترک که از روی زمین بلند شد و لباسش را تکان با خودش گفت خدا رو شکر، چیزی نمانده بود گرگ مرا بگیره. خروس تاج طلایی هم وقتی دوباره روی دو پاش ایستاد با خودش گفت خدا رو شکر، اگه روباه مرا میگرفت چی؟ موش عینکی که هنوز تیک تیک لای بوته‌ها میلرزید گفت خدا رو شکر، خوب از دست گربه در رفتم. در همین موقع خرگوش هم که خودش رو میون بوته‌ها پنهان کرده بود با خودش گفت وای که چقدر ترسیدم، نزدیک بود شکارم کنن. ولی خدا رو شکر نجات پیدا کردم. اگه از این نمونه از داستانا دوست دارید ما رو سابسکرایب کنید. ممنونم.